يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروزه حرکت، ساکن، نون ساکن و تنوین. يا حامل القرآن. سوال: حرکت چیست؟ جواب: زبر، زیر و پیش را حرکت میگویند که زبر آواز ا را میفهماند و زیر آواز ای را میفهماند و پیش آواز او را میفهماند که در بالای حرف ها گذاشته می شوند. مثال: ب، بی، بو، ت، تی، تو. يا حامل القرآن. علامت های زبر، زیر و پیش را در زبان عربی فتحه، کسره و ضمه می نامند. سوال: ساکن چیست؟ جواب: به بالای حرف های بی حرکت گذاشتگی این علامت دورمانند را ساکن می نامند. یعنی حرف هایی که زبر، زیر و پیش ندارند آنها با ساکن می آیند. يا حامل القرآن. سوال: نون ساکن چیست؟ جواب: حال بی حرکتی حرف نون را نون ساکن می نامند. يا حامل القرآن. سوال: تنوین چیست؟ جواب: دو زبر، دو زیر و دو پیش را تنوین می نامند که اینها آوازهای ان، این و اون را می دهند. مثلا بن، بین، بون، تن، تین، تون. يا حامل القرآن. سوال: نون ساکن و تنوین چند قاعده دارد؟ جواب: نون ساکن و تنوین 4 قاعده دارد. یکم اظهار، دوم اقلاب، سیوم ادغام، چهارم اخفا. يا حامل القرآن. اظهار. سوال: حرف های اظهار چند تا و کدام هایند؟ جواب: حرف های اظهار 6 تا و این هایند: همزه، ه، عین، ح، غین، خا. يا حامل القرآن. سوال: اظهار چیست؟ جواب: اگر بعد از نون ساکن یا تنوین یکی از این حرف های حلق آیند نون را اظهار یعنی روشن کرده خوانده می شود. مثال: من خوف، غفور حلیم. من خوف، غفور حلیم. اگر شما اعتبار دادید حرف نون را ما روشن خواندیم. يا حامل القرآن. برادران و خواهران عزیز، سبب قاعده های نون ساکن و تنوین یک بودنش در چیست؟ سبب قاعده های نون ساکن و تنوین یک بودنش در این است که اگر ما تنوین را کشاییم و با حرف بنویسیم آخران حرفش حرف نون ساکن می شود. به همین سبب قاعده های نون ساکن و تنوین یک خیله می باشند. يا حامل القرآن. در آخر یک چند مثال ها از آیت های قرآن عاید قاعده اظهار به شما می آوریم. من آمن، من آمن، من آمن، كفار أثيم، كفار أثيم، كفار أثيم. من هاد، من هاد، من هاد، ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، سميع عليم.
سميع عليم سميع عليم وانحر 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 عليم حكيم عليم حكيم عليم حكيم فسينغضون 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 ماء غدقا ماء غدقا ماء غدقا من خير من خير من خير كرة خاسرة كرة خاسرة كرة خاسرة. این بود پایان درس امروزه. خداوند آموختن علم تجوید را به شما آسان گرداند. برادر و خواهر عزیزم، شما می توانید در کانال ما نوارهایی که خصوصاً درباره مخرج حرف ها هست یافته از آنجا تماشا کرده مخرج حرف های زبان عربی را آموزید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.